آقا بیاین که کلی اتفاق داره توی شادو فایت میفته و مثل اینکه قراره دوباره به زمانهای قدیم برگردیم و بشینیم شادو فایت 2 بازی کنیم. سلام، من کسرا کیتو هستم و خیلی خوش اومدید به این ویدیو. توی این ویدیو اومدیم یه سری از اتفاقات اخیر که برای شادو فایت 2 افتاده و میشه گفت خیلی مهم هست و با همدیگه بررسی کنیم. شاید باورتون نشه یکی از اتفاقای مهم همین دیروز افتاده و من تازه امروز ازش با خبر شدم چون چنل رو فالو نداشتم. و بریم شروع کنیم. خب 11 روز پیش ما یک ست جدید رو داشتیم توی بازی شادو فایت 3 که ست گلدن گانر یا همون واسپ بود که این یعنی ما یک باس جدید رو از شادو فایت 2 به شادو فایت 3 آوردیم و خب هممون میدونیم که قطعا قرار تو شادو فایت آرنا هم ببینیمش. و حالا این چرا نکته خوبیه؟ به خاطر اینکه ما قبل از واسپ 3 تا باس دیگه هم داشتیم. یکیش لینکس بود، یکیش ویدو بود، یکیش هم بوچر بود که یه سری دیزاینای جدید براشون شده بود. یه سریا از یه سریا خوششون اومده بود، یه سریا بدشون اومده بود و حالا ما به اینا اصلا کاری نداریم. و خب من گیم پلی باس فایت در واقع واسپو دیدم، یعنی کامل رو ندیدم راجبش و بریم که با همدیگه یک هم از اینو ببینیم. صداشو باید برای کپی رایت خفه کنم البته. و آره بچه این سلاحی که برداشته این داداشمون که داره اینو میکوبه این واسپه. خب بچه سلاحش اگر بخوام بگم سلاح واسپ، حالا من یه جز اینجور دیدم یه سلاحش یه چیز دیگه بود، از فکرم اینم همونه، زیاد مشخص نیست، ولی سلاحش اون سلاح آخر شادو فایت 2 بود. آها بچه اینو نگاه کنید، این قسمت از چیزو که اینجوری داره آتیش میاد بیرون از زمین. ببینید اگر دقت کنید این آوتفیت کلان آوتفیتی که واسپ تنشه، همین گلدن گانر یا این گلدن گانر که بهش میگن، این آوتفیت شادو نداره، یعنی اصلا این شادو ماجیک فکر کنم برای این آوتفیت ساخته نشده. یه چیز دیگه داره، یه جادوی دیگه ای داره این لباس که مثلا حول محور این آتیش و دقیقا اینا میچرخه که چیز جالبیه از نظرم. و میبینید که اون چیزی که زد تو زمین ازش آتیش بلند شد، اون دقیقا یک ماجیک، یک جادویی بود که ما دقیقا تو همین باس فایت توی شادو فایت 2 ازش استفاده میکردیم که این خیلی چیز خفنیه. حالا دلیل این که من خودم نرفتم گیم پلی ضبط کنم به خاطر این بودش که به این سطح قاعدتا نرسیده بودم، قاعدتا بعد بازی رو تموم میکردم به این سطح برسم و هنوز به این سطح نرسیدم. آره خلاصه که اینم داداشم داره همینجوری اینو میکوبه و بله دیگه. خب بچه بریم سراغ مهمترین و خفنترین خبر شادو فایت که مستقیما به شادو فایت 2 برمیگرده. بریم ببینیم که چی هستش. بچه شما همتون با این بازی شادو فایت 2 هممون داریم یه جوری دیگه نوستالژی داریم. توی اکت یکی مونده با آخر، من میدونم ترمش رو آخر شادو فایت همون موقعی که بعد با تایتان مبارزه کنیم مثلا خودش به 3 قسمت 3 تا پارت جدا تقسیم میشه، ولی من همون بهش میگم اکت هفتم یا همون آخر. توی اکت ششم، توی قسمت ششم که شوگانو داشتیم با گیتس آف شادو که چقدر ایونت سختی بود، دهنمو سرویس کردش. ما شوگانو شکست دادیم. خب ولی بریم با همین تریلر رو ببینیم و
بعد من میام. No one defies Shogun! بله میدونم که الان اینجوری که این فنمید این چیه. نه این جدی تریلر از خود سازنده های شادو فایت. نگاه کنید اینها، نکی و شادو فایت. و اسم این چیه؟ شوگان نکست چپتر. بله ما قراره یک چپتر جدید برای شوگان داشته باشیم، یعنی یک قسمت جدید داستانی شادو فایت 2. کی فکرشو میکرد همچین چیزی بخواد ساخته بشه؟ و یه سری نظرات و حدسایی دارم خودم راجع به این. یه تاریخیه این چیه؟ نمیدونم اینجا زدن، امیدوارم منظورش این نباشه که 2027 میاد بیرون، چون خیلی عصبانی میشم اون موقع. بگذاریم. من نظرم اینه که این بازی، یعنی این چپتر جای قراره توی آپدیت های جدید شادو فایت 2 منتشر بشه، نسخه اصلیش نه نسخه اسپیشال ادیشنش. قراره برای اون ساخته بشه و بیاد. ولی مشکل چیه؟ اینه که خب آقا ممکنه یه سریا این بازی رو هاک کرده باشن و الان همه چی براشون ریست شده باشه. البته اگر پلی گیم رو سیو نداشته باشن، که کسایی که نسخه مود نصب میکنن نمیتونن به پلی گیم دسترسی داشته باشن به احتمال زیاد. این چیزی بودش که من فهمیدم. این بازی براشون ریست بشه و دوباره میره از اول، که خب این خیلی چیزه یکم رو اعصاب فرض. شما بعد اون همه مرحله، اون همه داستان بری و کلا بجنگی و اینا تا برسی به این قسمت، و خب خیلی دیگه رو اعصاب یکم دیگه. و این تنها پوینت منفیشه. برای نسخه اسپیشال ادیشن فکر نکنم بیاد بیرون، چون اون آلردی یه سری ویژگی داره. ولی خب این برای نسخه اصلی، چون من هرچی آپدیت دیدم که برای شادو فایت 2 منتشر شده مربوط به نسخه اصلی بوده، به نسخه اسپیشال ادیشن هیچ ربطی نداشته. اینکه محتوای این داستان میخواد چی باشه، چپتر بعدی اصلا شوگان میخواد چی باشه، هنوز معلوم نیست. ولی من حدسم اینه که ممکنه که این چپتر جدید یک پیش زمینه‌ای برای حضور شوگان توی شادو فایت 3 و شادو فایت آرنا باشه. همونجور که ما خب بالاخره داریم بازهای شادو فایت 2 رو میاریم توی شادو فایت 3 دیگه، و خب این داره پیش زمینه‌اش نشون میده. و ما چندین سال بود منتظر واسپ و هرمیت و شوگان بودیم، چون تنها سه نفری بودن که نیومده بودن توی شادو فایت 3. و بعد ویدیو انگار یه جوری کات شد تا همین 11 روز پیش که واسپ منتشر شد، که یعنی هنوز ادامه داره و خب طرفداران تشنش بازهای شادو فایت 2 در شادو فایت 3 هستن، مثل خودم البته. و آره نظر من اینه که این قراره پیش زمینه برای حضور شوگان توی شادو فایت 3 باشه، که امیدوارم ما همچین چیزی رو داشته باشیم. مثلا فرض کنید شوگان تو شادو فایت 3 باشه، اصلا بی‌نظیر. خب بچه‌ها ممنون که ویدیو تماشا کردین و تا ویدیو دیگه خدا نگهدار.